خب تا حالا به این فکر کردین که شاید بزرگترین نقطه ضعفتون، همون بیپولی، در واقع بزرگترین مزیت رقابتیتون باشه؟ میدونم عجیب به نظر میاد، ولی این ایده قدرتمند اساس کتاب قدرت بیپولی از دیمون جان هست و امروز میخوایم ببینیم دقیقاً چطور کار میکنه. یه لحظه به این جمله فکر کنین، محرومیت یک میزته. این جمله که خیلی هم تکون دهنده است، کل حرف امروز ماست. ایدهش اینه که وقتی از صفر مطلق شروع میکنی، مجبوری چیزی رو بسازی که با هیچ پولی نمیشه خرید و اون یه ذهنیت قدرتمنده. پس این قدرت بیپولی که میگیم دقیقاً یعنی چی؟ ببینید، این یه وضعیت مالی نیست، یه ذهنیت استراتژیکه. یعنی وقتی هیچی تو دست و بالت نداری، از همون هیچی استفاده میکنی تا خلاقیتت رو به جوش بیاری، کارآمدتر بشی و ارتباطهای واقعی و عمیق بسازی. بسیار خوب، بریم سراغ اولین اصل، اصالت. در برابر بودجه های کلان، واقعاً داشتن کلی پول همیشه چیز خوبیه؟ بیایید یکم این ایده رو به چالش بکشیم. فکر میکنیم پول زیاد همیشه یعنی تصمیم‌های بهتر؟ خب نه، لزوماً. یه مثال خیلی معروفش داستان نیوکوک است. کوکاکولا با یه بودجه سرسام‌آور سعی کرد مشکلی رو حل کنه که اصلاً وجود نداشت و تهش چی شد؟ برای خودش یه مشکل خیلی بزرگتر درست کرد. این مقایسه رو ببینید، فوق‌العاده است. یه طرف نیوکوک رو داریم، یه تصمیم از بالا به پایین با یه بودجه تبلیغاتی غول‌پیکر که چون نیاز واقعی مردم رو نادیده گرفت، یه شکست تاریخی شد. از اون طرف انقلابای فیسبوکی سال 2011 رو داریم، یه حرکت کاملا مردمی با بودجه صفر که چون دقیقاً از دل یه نیاز واقعی جوشیده بود، تونست حکومت‌ها رو جابجا کنه. و این ما رو به یه نقطه خیلی مهم میرسونه. توی دنیای دیجیتال امروز، شفافیت و اصالت با ارزش‌ترین دارایی‌های شما هستن. اعتماد مثل یه ارز میمونه که با پول نمیشه خریدش. مردم امروز چه مشتری باشن چه شهروند، دنبال ارتباط واقعی هن. چیزی که یه کارآفرین بی پول خیلی راحت‌تر از یه شرکت غول‌پیکر میتونه بهشون بده. همین ایده اصالت ما رو مستقیم میبره به اصل دوم، تدبیر، سرمایه اصلی شماست. وقتی پول نداری مغزت به کار میفته. مجبوری خلاق باشی، مجبوری مبتکر باشی. خب، یه لحظه فکر کنید. چطوری میشه یه برند جدید رو با بودجه دقیقاً صفر به همه معرفی کرد؟ غیر ممکنه؟ داستان بعدی ما جواب همین سواله. این داستان در مورد 2 کارآفرین بیپوله که با هوشمندی یه فیلم بزرگ هالیوودی رو تبدیل کردن به بیلبورد تبلیغاتی رایگان خودشون، اونم بدون اینکه یه قرون خرج کنن. این شما و این دیمون جان از فوبو و کوین پلانک از آندر آرمور. استراتژی کوین پلانک یه شاهکار بود، اونم توی سادگیش. اول فرصت رو دید. یه فیلم بزرگ داره همین نزدیکی‌ها فیلم برداری میشه. بعد یه راه هوشمندانه برای ورود پیدا کرد. محصولاتش رو مجانی برای طراح لباس فیلم فرستاد. اون به محصولش ایمان داشت و میدونست اگه فقط به دست آدم درستش برسه، خودش کار خودش رو میکنه. و نتیجه محصولش جلوی چشم میلیون‌ها نفر رفت روی پرده سینما و برندش یه شب ترکوند. حالا فکر می‌کنید هزینه این تبلیغ غول‌پیکر برای اونها چقدر بود؟ دقیقاً $0. هیچی. این یعنی قدرتی تفکر خلاق وقتی که جیب‌ها خالیه. و حالا میرسیم به بخش سوم که شاید مهمترین دارایی باشه که هر کدوم از ما داریم، حتی اگه هیچ پول دیگه‌ای نداشته باشیم. داستان و هویت شخصی خودمون. میخوام شما رو با آکاشیا برینلی آشنا کنم. دختری که تو دبیرستان حس میکرد نامرئیه. هیچ دوستی نداشت و همیشه تنها بود. اما اون تونست بزرگترین نقطه ضعفش، یعنی همین تنهایی رو تبدیل کنه به بزرگترین نقطه قوت و در واقع حرفش. بیایید مسیرش رو با هم ببینیم. سال 2010 یه دانش آموز تنها بود. سال 2011 یه حساب تامبلر ساخت تا فقط چند تا دوست پیدا کنه. تا سال 2013 به ملکه سلفی ها معروف شد و نهایتاً در سال 2015 از برند شخصی و میلیون ها دنبال کنندش کسب درآمد کرد. اون سعی نکرد مثل کس دیگه‌ای باشه، فقط خودش بود و همین باعث شد مخاطبش رو پیدا کنه. این حرفای خود آکاشیاست که خیلی جالبه. میگه سعی نمی‌کردم کار خاصی بکنم، فقط می‌خواستم وقت بگذرونم، نظرم رو بگم و بچه‌های دیگه‌ای رو پیدا کنم که شبیه من هستن. برند اون روی یه نیاز واقعی برای ارتباط ساخته شد، نه یه نقشه تجاری پیچیده.
خب با این همه داستان الهام بخش، حالا سوال اینه که ما چطور میتونیم از این ایده ها استفاده کنیم؟ بیایید ببینیم چطور میشه این ذهنیت رو مال خودمون کنیم. بذارید درسای اصلی رو خلاصه کنیم. اول اینکه کمبود خلاقیت و تلاش رو شعله‌ور میکنه. دوم، اصالت ارتباط واقعی میسازه. سوم، تدبیر و کاردانی مشکلات رو به فرصت تبدیل میکنه و از همه مهمتر خود شما قدرتمندترین داراییتون هستید. فقط یه لحظه یه نکته خیلی مهم رو فراموش نکنیم. قدرت بیپولی به معنی ستایش فقر و بیپول موندن نیست. اصلاً هدف اینه که موفق بشیم، ولی درسایی که تو دوران نداشتن یاد میگیریم همون ابزارهایی هستن که موفقیت ما رو پایدار و بامعنی میکنن. و در آخر میخوام این برنامه رو با یه سوال تموم کنم. یه سوال برای خودتون. ازتون میپرسم بزرگترین مزیت شما که الان فکر میکنید بزرگترین نقطه ضعفتونه چیه؟ شاید وقتشه که بهش یه جور دیگه نگاه کنید.